سرخط مهمترین خبرها. قاچاق صدها تن بنزین به تاجیکستان. 957 تاجیکان در روسیه. مهاجران با چه جرمی خفتیدند و گمرکچیان ختلان از کار طالبان راضی‌اند. سلام بیننده‌های عزیز، به برنامه نوید بامدادی خوش آمدید. امروز 10 فوریه است. نمایندگی تاجیکستان در ولایت سوخت از آشکار شدن 1370 تن مواد سوخت خبر می‌دهند که 42 تن آن به واسطه قاچاق از مرز قرقیزستان به تاجیکستان وارد شده است. بعد سنجش آزمایشگاهی، مسئولین این مقدار زیاد سوزشواری نفتی را برای استفاده ناموافق دانستند و آن را برای بررسی به مقامات حفظی حقوق ارسال کردند. غفران ارگاشف سردار آزمایشگاه محصولات نفتی روز 9 فوریه ضمن نشست خبری این نهاد گفت محصولات نفتی آشکار شده به طلبات رگلامنت تکنیکی تاجیکستان مطابق نبود. وی گفت سنجش لابراتوری نشان داد که بیش از 1327 تن محصولات سوزشواری وارداتی از کشورهای روسیه، قزاقستان و 42 تن مواد قاچاقی از مرز قرقیزستان به طلبات تاجیک استاندارد جوابگوی نبود. در حال این نهاد از آشکار و غیر استاندارد برآمدن ده‌ها تن مواد سوخت قاچاقی خبر می‌دهد که شروع از آغاز ماه می سال گذشته با سبب مناقشه در مرز قرقیزستان داد و گرفته همه گونه مال و محصولات با تاجیکستان را منع کرد و تا حال به حرکت آزادی ماشین‌های بارکش اجازه نشده است. سال گذشته 950 شهروند تاجیکستان در خارج از کشور وفات کردند. مسئولان خدمات مهاجرت با ذکر این آمار گفتند اکثر این افراد در روسیه درگذشتند. شیرین امانزاده وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی روز 9 فوریه ضمن نشست خبری در دوشنبه گفت سبب‌های مرگ شهروندان کشور به خصوص مهاجران گوناگون است، از جمله بیماری، رعایت نکردن قاعده‌های بی‌خطری و غیره. امانزاده در حضور خبرنگاران از هلاکت مهاجران در ایرکوتسک و ولگاگراد نیز یاد کرد. در حادثه اول که ماه نوامبر سال گذشته رخ داد، ساکنان محلی واگن مهاجران را آتش زدند و 2 شهروند تاجیکستان جان دادند. اما مقامات روسیه برعکس خود مهاجران را در این کار عیبدار کرده 3 نفر آنها را دستگیر کرده بود. در حادثه دوم 6 مهاجر تاجیک در یک گرمخانه زهرآلود شده به هلاکت رسیده بودند. با گفته شیرین امانزاده مقامات تلاش میکنند برای آوردن جسد مهاجران ففتیده به وطن مدد کنند، اما بعضی از مهاجران میگویند خود آنها مبلغ جمع کرده جسدها را به تاجیکستان میفرستند. نمایندگان رئیست گمرک ولایت ختلان میگویند رانندگان تاجیک از کار مرزبانان و کارمندان گمرک جنوبی افغانستان راضی‌اند. در این باره ظفر محمدیف سردار این رئیست هنگام نشست مطبوعاتی به خبرنگاران اطلاع داد. او گفت از زمان سر قدرت آمدن طالبان گردش ماشین و مال و کالا به طور معتدل عملی شده ایستاده است. رسانه‌های محلی افغانستان چند پیش با نقل قول از مسئولین حکومت طالبان خبر داده بودند که در 3 ماه اخیر واردات و صادرات توسط گذرگاه مرزی شیرخان بندر به طور بی سابقه افزایش یافته است. بنا به اطلاعات در این مسیر صادرات 90% و واردات 60% افزایش یافته است. افزایش صادرات و واردات میان تاجیکستان و افغانستان در حالی است که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، تاجیکستان رسما طالبان را همچون یک حکومت نشناخته است و مرزهایش را برای رفت و آمد شهروندان افغانستان بسته، تماس‌های با حکومت طالبان ندارد. ضمناً ده‌ها زن و دختر افغانستانی روز 8 فوریه در بینای سفارت افغانستان در دوشنبه جمع شده خواستار رهایی زنانی شدند که به قبل آنها در پی اعتراضها در کشورشان از سوی طالبان بازداشت شدند. زنان پناهجوی افغان با تشکیل همایش در بینای سفارت می‌خواستند توجه جامعه جهانی را به رفتار طالبان در برابر زنان جلب نمایند. तो
طالبان زنان متعرض را رها کنید. ده‌ها زن و دختر افغانستانی در سفارت افغانستان در دوشنبه جمع آمده خواستار آن شدند که طالبان از بازداشت و اذیت زنان اعتراضگر در افغانستان دست کشند. رهایی چند تن از زنان فعال افغان و احترام گذاشتن به حق و حقوق زنان و دختران تقاضای اساسی این گروه زنان از طالبان است. تمام زنان افغان خواهان و آزادی خواهران ما که در افغانستان در اسارت طالبان به سر میبرند هستیم. ما میخواهیم خواهران ما به زودترین فرصت از چنگ طالبان ظالم رها شوند و به آزادی خود برسند و ای که زن افغان از حق خود دفاع میکنه، این حق هر انسان و هر شهروند افغانستان است. برخی فعالان افغان در این نشست از سرنوشت تقدیر ناروشن زنان ناپدید شده در افغانستان اظهار نگرانی نمودند. بیشتر از 2 هفته می شود بر اساس آنچه که فعالان زن در کابل صدای عدالت خواهی بلند کرده‌اند، گروه طالبان 5 زن معترض فعال مدنی را بازداشت نموده‌اند که در تازه ترین مورد زهرا محمدی بازداشت شدند که پیش از آن تمنا زریاب پروانه ابراهیم خیل، مرسل عیار و خانم عالیه بازداشت شده بود و به گفته نزدیکان این زنان فعال تا اکنون از سرنوشت آنها هیچ خبری نیست. زنان مهاجر افغان در دوشنبه تاکید نمودند که جامعه جهان نباید در برابر نقض حقوق انسان از جمله زنان در افغانستان زیر رهبری طالبان بی‌طرف باشند. پیام من به جامعه جهانی و سازمان ملل این است: جامعه جهانی به طالبان فشار بیارد تا تمنا زریاب پریان، پروانه ابراهیم خیل، مرسل عیار، زهرا محمدی، 4 فعال زن که پس از آخرین تظاهرات خیابانی در کابل ناپدید شدند و هر چی عاجل رها نمایند. در پس منظر نگرانی ها از ناپدید شدن بعضی زنان فعال در افغانستان، برخی سازمان های بین المللی صدا بلند نموده خواستار رعایت حقوق انسان از سوی طالبان شدند. ولی طالبان بازداشت و اذیت زنان را پیوسته رد میکنند و تاکید میکنند که آنها از حق مردم از جمله زنان دفاع میکنند. شکل پوره این گزارش را میتوانید از سامانه رادیو آزادی تماشا کنید. بخش یک روز تاریخ را در تهیه همکارمان خیرامان بقازاده همراه میبینیم که از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر میدهد. زمستانی سال 2008 با سردی فوق‌العاده‌اش به حیات بسیار ساکنان و کاری بخش‌های مختلف تأثیری منفی گذاشت. مقامات در سطح سازمان ملل متحد از فاجعه طبیعی اظهار نگرانی و درخواستی کمکی بین المللی کردند. نظام برقدهی هم آسیب دید و مکتب‌ها به تعطیل چند هفته‌ای فرستاده شدند. آژانسی رگنوم از قول منبع‌ها در وزارت بهداشت از مرگ 242 نوزاد و 12 مادر در زایشگاه‌ها در دوام 1 ماه اخیر خبر داد. منبع گفت مقامات بهداشت علت نه همه این حادثه‌های مرگ را به بی‌برقی و سردی‌ها ربط دادند. 10 فوریه سال 2017 اظهارات تند دیپلمات ارشد اروپایی درباره میزان بلندی اندازبندی شرکت‌های خارجی در تاجیکستان است فضای نامساعد سرمایه گذاری درک داد. هدایت بیشچویچ رئیس نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان گفت 10 شرکت تجارتی خارجی از گرانی مالیات و سنجش‌های به تکراری ساختارهای انداز شکایت کرده دورنمای کاری خود در بازار تاجیکستان را تیره و تار بها دادند. تلاش‌های بعدی حکومت به اصلاح وضع نتیجه زیاد نداد. 10 فوریه سال 1946 طاهر عبدالجبار تولد شده است که در تاریخ سالهای 1990 بیشتر چون معمار اصلی استقلال تاجیکستان یاد می شود. جنبش مردمی رستاخیز تحت رهبری او نخستین سازمان سیاسی در تاجیکستان بود که در مقابل حزب یک کتاز کمونیست بلند شد. طاهر عبدالجبار مؤلف نخستین متن اعلامیه استقلالیت تاجیکستان بود. او سال 2009 در 63 سالگی بر اثر سرطان مغز درگذشت. بانک ملی قرب اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است: $100 1130 سومانی و 1000 روبل روسی 150 سومانی و 90 درم است. بینندگان عزیز، سپاس که ما را همراهی کردید. خدا نگهبانتان.